ادراک در لغت از کلمه درک گرفته شده است که به معنای رسیدن، وصول، ملحق شدن و فهمیدن میاد. وقتی که میگه والا یک کسی حسیب میاد پیش مشکلات خدا میگه، باز شما برش میگه که حسیب جان من کاملا شما را درک میکنم، یعنی جزئیات زندگیشه، سختی هایش کاملا چی میکنی؟ درک میکنی. پس ادراک از درک گرفته شده که به معنای رسیدن، وصول، ملحق شدن و فهمیدن میاد. ادراک در اصطلاح که ما شما اصطلاح اعتقادی رو میخوانیم، این رو در عربی میگن که الادراک یتضمن الاحاطه بشیء والوصول الى غایته. میگه ادراک چی رو میگن که یک چیز را کاملا درک بکنی، یک چیز را کاملا احاطه بکنی، تمام بخشای از را بفهمی، علمش، دانشش، ساختمانش، صفاتش، کل از اینه. ادراک به معنای احاطه نمودن به چیزی و رسیدن به نهایت آن است. اینال قرآن کریم در مورد ادراک چی میگه؟ ولا یحیطون به علما، یعنی انسان ها نمیتوانند خالق متعال از نگاه علم احاطه بکنن، کیفیت ذاتش بفهمن، کیفیت صفاتش بفهمن، کیفیت علمش بفهمن، یا را نمیفهمن، احاطه کرده نمیتونه. ما عقیده داریم که الله عالم الغیب است، اما کیفیت علم غیب از رو ما نمیفهمیم. پس این آیت شریف بر ما درس عقیده میده که اگر شما هر قدر در ذات، صفات، افعال و سایر آنچه که مربوط خالق میشه در او اگر شما بخواین کلش درک بکنین، اینجا گفت ولا یحیطون به علم، پس شما احاطه کرده نمیتونین، خود زامت نتین، در غیر از او در شرک، در کفر و در کلمات غلط مبتلا میشین. این سوره طه آیت 110. در سوره الانعام آیت 103 میگه لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. میگه چشم ها نمیتونن که خالق ادراک بکنن، تمام کیفیات از او را بفهمن، لکن الله سبحانه و تعالی کیفیات یک چشم میفهمه. چشم شما باید در کجا باشه، چشم شما چه قسم آب شور تولید میکنه، چشم شما چقدر مسافه را میبینن. به خاطر دیدن یک تصویر رنگه چندین هزار سلول در چشم شما کار میکنه، کل زیر الله سبحانه و تعالی میفهمه. اما ما خالق درک کردن نمیتونیم و هو اللطیف الخبیر. الله سبحانه و تعالی لطیف و خبیر است.